السؤال الخامس، سوال پنجم: ما توحید الالوهیه؟ توحید الوهیت چیست؟ الجواب: جواب: هو افراد الله بالعبادة كالدعاء والنثر. توحید الوهیت عبارت از یگانگی الله سبحانه و تعالی است در عبادت، یعنی الله را به یگانگی عبادت نماییم، که دعای و نذر، مثل دعا و نذر. دلیل آن الله سبحانه و تعالی می فرماید که فعلم، پس علم حاصل کو، انه لا اله الا الله، یقینا که نیست هیچ کسی مستحق این که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. ای لا معبود بحق الا الله، یعنی نیست معبودی به حق بغیر از الله سبحانه و تعالی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند: فلیکن اول ما تدعوهم الیه عبادت الله عز و جل. پس اولین چیزی که آنها را دعوت میکنی به سوی آن، عبادت الله سبحانه و تعالی باشد. السؤال السادس، سؤال ششم: ما توحید الاسماء والصفات؟ توحید اسم و صفات چیست؟ جواب: اثبات اسماء الله سبحانه و تعالی و صفاته كما وردت في القرآن والسنة. اثبات نامها و صفات الله سبحانه و تعالی به همان شکلی که در قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده باشد و وارد شده باشد. دلیل آن از قرآن: لیس کمثله شیء، هیچ چیز مانند الله نیست، و هو السمیع البصیر، و الله متعال شنوا و بینا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: ینزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلة الى السماء الدنیا. رب ما سبحانه و تعالی هر شب نزول میکنن به آسمان دنیا، نزولا یلیق بجلاله. شارح حدیث میگه که نزول میکنن که به جلال و عظمت الله شایسته است و مثل نزول مخلوقات نیست. السؤال السابع: ما فائدة التوحید للمسلم؟ فائده سوال هفتم: فائده توحید برای مسلمان چیست؟ الجواب: جواب: الهدایة فی الدنیا والامن فی الاخره. هدایت در دنیا و امن و آرامش در آخرت است. قال الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی می فرمایند: الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم ملبس نساختند، و اینجا ظلم به معنای شرک است. اولئک لهم الامن و هم مهتدون. همه گروه مردم برایشان امنیت هست و هم مهتدون، و در حالی که ایشان هدایت یافتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: حق العباد علی الله ان لا يعذب من لا یشرک به شیئا. حق بندگان در الله سبحانه و تعالی این است که تعذیب نکند کسی را که با او چیزی را شریک نساخته است.
السؤال الثامن، سوال هشتم، أين الله؟ الله در کجاست؟ الجواب: الله في السماء مستو على عرشه. الله در بالا مستو على عرشه استوا نموده است بر عرشش. دلیل آن: الرحمن على العرش استوى. الرحمن، ذات رحمان، بر عرش استوا نموده است. ای علا و ارتفع، یعنی عالی و بلند است. ان الله كتب کتابا. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که الله متعال کتاب نوشته است که این رحمتی سبقت غضبی، که رحمت من یقینا سبقت نمود بر غضب من. فهو مکتوب عنده فوق العرش، و آن کتاب نوشته هست به نزد الله در بالای عرش. الله متعال استوا بر عرش نمودن کما یلیق بجلاله و عظمته، به مو شکل که به جلال و عظمت الله شایسته هست. استوای الله را با مخلوقات تشبیه و تمثیل نمی کنیم. السؤال التاسع، سوال نهم، هل الله سبحانه وتعالى معنا بذاته ام بعلمه؟ آیا الله سبحانه و تعالی به امرای ما با ذاتش است و یا با علمش؟ الجواب، جوابی است که الله معنا بعلمه. الله متعال با همراه ما هست با علمش. یسمعنا و یرانا، میشنود آنچه ما میگوییم، و یرانا و ما را میبیند. الله متعال در قرآن عظیم شان میفرماید: قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. قال، الله متعال فرمود که لا تخافا، خوف و ترس نکنید، اننی معکما، یقینا که ما به همراه شما دو نفر هستم. اسمع و ارى، می شنوم و می بینم. ای به حفظی و نصری و تأییدی، یعنی شما، به همراه شما هستم با حفظ خود و نصرت و کمک خود و تأیید خود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: انکم تدعون سمیعا قریبا، یقینا که شما طلب می کنین ذاتی را که سمیع از شنوا هست و قریب است، نزدیک است. و هو معکم، و او با شما هست. ای به علمه، شارح حدیث میگه یعنی الله متعال با امرای شما با علمش می باشد. السؤال العاشر، سؤال دهم، ما اعظم الذنوب؟ بزرگترین گناهان کدام است؟ الجواب، جواب، الشرک بالله. بزرگترین گناهان شرک به الله سبحانه و تعالی می باشد. الله سبحانه و تعالی می فرماید که لقمان حکیم به پسرش گفت: یا بنیه، ای فرزندم، لا تشرک بالله، به الله سبحانه و تعالی شریک قائل مشو. این الشرک لظلم عظیم، یقینا که شرک ظلم بسیار بزرگ است، یعنی گناه بسیار بزرگ است. سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام مسلم روایت می کند که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده شد که ای الذنب اعظم عند الله، کدام گناه به نزد الله بسیار بزرگتر است؟
قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان تجعل لله ندا و هو خلق، این که به الله شریک قائل شوی در حالی که الله متعال تو را خلق نموده است.